برگشتیم و دوباره در حضور شما همراهان عزیز و خوب ملی و ملی سپورت قرار داریم. من باز هم میزبان دو ورزشکار دو ستاره رشته کورش هستم و بیشتر در مورد رقابت‌های انتخابی کورش کابل که چند قبل برگزار شد با احمد زکی صدیقی و شاداب سارم صحبت‌هایی می داشته باشم. سلام مهمانا، وقت بخیر. بسیار تشکر از اینکه دعوت پذیرفتین. دوربینای ملی و ملی سپورت در حضور شماست. سلام احترامات تقدیم شما و تمام بیننده های عزیز تلویزیون ملی سپورت که ما را از پرده تلویزیون خود تماشا میکنند. بسیار تشکر. همچنان سارم صاحب هم هست. بسیار تشکر از اینکه دعوت پذیرفتین. سلامت باشین. سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز تلویزیون ملی و ملی سپورت که ما را تماشا میکنند. سلامت بخیر باشین. صدیقی صاحب، بیایم ابتدا در مورد براندازی رقابت های انتخابی کورش کابل به ما یک معلومات بتین که در چند رشته ورزشی در چند سبک برگزار شده بود و در حدود چه تعداد ورزشکار در این رقابت ها با هم پیکار دادند. این مسابقات که بود در بین 17 کلب و 250 ورزشکار در رشته های کورش سامبو و کامبت سامبو برگزار گردیده بود که تاریخ 28 جدی مسابقات آغاز شد. یک رقابت های خیلی جذاب بود و اما ورزشکارا آمادگی خاص خود گرفته بودند به این مسابقات و ما نتیجه خوب هم گرفته تونستیم از این مسابقات. مسابقات خوبه بود، سطح بالایی داشت. رقابت ها تنها به سطح کابل برگزار شده بود؟ بله، این رقابت ها به سطح کابل بود و به خاطر شناخت چهره های برتر در این رشته ها بود که بعد از انتخابشان به خاطر تیم ملی مسابقات تیم ملی از بنمایندگی از ولایت کابل. بسیار خوب. سارم صاحب، خودت در مورد بازی هایت برای ما بگو. در این رقابت ها با چند ورزشکار رویارویی کردی و برآیند رقابت های چی بود؟ در مسابقاتی که برگزار شد تقریبا 17 کلب اشتراک کرده بود، 250 ورزشکار که در کاتگوری های مختلف سنی ورزشکارا بود، نوجوانان، جوانان و منتخبی تیم ملی بود. بسیار خوب. که من خودم در منتخبی تیم ملی اشتراک کردم. در وزن 90 کیلوگرم دو حریف داشتم که اینجا در ولایت کابل چرا مسافرایی است که از دیگه ولایت ها آمدن و اینجا کلب جور کردن. یک حریفم از سمنگان بود و یکیشم از فاریاب که با شکست دادن از او توانست مقام اول یا طلا را برسونه. بسیار خوب. یعنی با عبور از دو ورزشکار به سکو وزن 90 کیلوگرم تکیه زدی. بسیار خوب. بر رقابت هایی که برگزار شد چقدر وقت پیش آمادگی گرفته بودی و چقدر وقت پیش قرنطین شده بود؟ برای مسابقات عموم خب ما آمادگی های زیادی میگیریم. خب برای از این مسابقات مدت 3 ماه ما آمادگی گرفته بودیم تحت نظر استاد محمد سلیمان سمک و استاد بزرگ ما استاد احمد یما سمک که تحت نظر از او ما تمرینات خود پیش بردیم. مدت 3 ماه قرنطین بودیم و از او پیش ما برای این مسابقات آمادگی داشتیم که انشالله با مسابقات منتخبی تیم ملی که برگزار میشه برای او آمادگی داریم. بسیار خوب. انشالله به خودت برمیگردیم. صدیقی صاحب، در مورد وزنای این رقابت ها بر ما بگویی. رقابت ها در چند وزن برگزار شد و در هر وزن چند ورزشکار جواز حضور بر رقابت های انتخابی تیم ملی کورش و سبک‌های دیگری که یادآور شدی میشن؟ خب این مسابقات کاتگوری وزن‌ها مختلف بود. مثلا در کورش که بود جوانان، نوجوانان و تیم ملی بود که اینا باز وزناش فرق میکنه. در جوانان و نوجوانان ما چند بازیکنایی داشتیم که اونا انتخاب شدن و همچنان در بزرگسالان که از 60 کیلوگرم، 66 کیلوگرم، 73 کیلوگرم، 81، 90 و مثبت 100 کیلوگرم این وزنا می باشه که به هر وزن رقابت‌هایی که انجام شد 4 نفر انتخاب شد که یک کس مقام اول میگیره و نفر دوم مقام دوم و 2 نفر هم سوم میشه که باز کسی که در سکوی اولی می باشه، کسی که مقام اول میگیره میره به طرف مسابقات منتخبه و هم به طرف مسابقات تیم ملی. بسیار خوب. دقیق سوال من اینجا بود که در کل برای تیم کابل در بخش کورش چند چهره شناسایی شد؟ خب در تیم کورش تقریبا 5 6 7 چهره شناسایی شد. در اون وزنای خود اونا مقام اول گرفتن. بسیار خوب. و اونا میتونن که با مسابقات بعدی را ادامه بدن و راه بیفتن. بسیار خوب. به نمایندگی از کابل در رقابت‌های انتخابی. بله. بسیار خوب.
سارم صاحب در مورد بازی های آینده برای ما بگوین. حالا که شما کسب سهمیه کردین به نمایندگی از پایتخت افغانستان کابل، قرار است که رقابت های انتخابی هم برگزار شود. دقیق مشخص شده زمان برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی کورش و بخش های دیگرش؟ از ما فعلا مشخص نیست، به خاطر که ما روی مسابقات جوانی که برگزار میشه ما تیم ملی خود میگیریم. انشالله که بعد از رمضان بخیر مسابقات تیم ملی ما میشه و قبل از او دمی سال ما مسابقات سامبو داشتیم در ولایت بغلان بسیار که تیم ملی بود و در او توانستم در وزن 88 کیلوگرم با شکست دادن 3 حریف خود از ولایت‌های مختلف ولایت‌های مختلف افغانستان بود که ما وار شکست دادم و مقام طلا را گرفتم و ما خودم عضو تیم ملی سامبو هم بودم. و در این مسابقات که برگزار شده بود و رشته‌های سامبو، کرش و کامبت سامبو هر 3 رشته ما را گرفته بودن که در سامبو ما در وزن خود هیچ حریفی نداشتم و قرار است که ما در مسابقات منتخب کرش اینجا که برگزار شده بود و رای تیم ملی شوم. به او خاطر ما در مسابقات اینجا در کرش مسابقه کردم و مسابقات کرشی که گذشت در 90 کیلو ما انشاءالله در این مسابقات که نتیجه گرفتم در تیم ملی هم میگیرم. بسیار خوب. تا حالا عضویت تیم بخش کرش در کارنامه فکر کنم نداری، در تیم ملی و سامبو را داری؟ بله، در مسابقات کرش اینی باره که میریم انشاءالله در هم نتیجه میگیریم و سامبو را تیم ملی خودم قهرمان وزن 88 کیلوگرم. بسیار خوب. در بخش سامبو باز بر رویدادهای جهانی تا حالا رفتی، رقابت‌های بیرون مرزی آخر؟ مسابقات سامبو که اصل رشتهش از روسیه گرفته شده، چرا بعضی از تحریم‌هایی که سر روسیه وارد شده نمیشه که مسابقاتش برگزار شه و مسابقاتش اگر برگزار هم میشه چون به سلسله مشکلات کشور ما داره و خصوص بودجه خود ورزشکارا که است چندین سفر برای ما برابر شد و هر سفر ما $1600 تا $2000 این مسابقاتش مصرف داشت که ما از توان ما هیچ چیز نبود و چون کشور ما را به رسمیت هم نمیشناسن که در این مسابقات برای ما مساهمیه شدن. دیگه به او خاطر برابر شده نامم رفته ولی مسابقات به سلسله مشکلات اقتصادی که بوده نتونستیم. بسیار خوب. و شما برمیگردم صدیق صاحب در مورد بازی های کرش برای ما بگوین. کرش یکی از رشته های المپیکی هم هست و قرار است که رقابت های المپیک 2024 پاریس برگزار بشه. رقابت های گزینشی تیم ملی کرش افغانستان قبل از او بازی ها برگزار میشه یا اینکه پس از بازی های المپیک پاریس؟ به احتمال زیاد شاید که قبل از اون مسابقات برگزار شود، چون چهره‌های تازه باید شناسایی شود، باز راه مسابقات بعدی شود. به اون خاطر شاید قبل از مسابقات برگزار کنند. بسیار خوب. و خودتان از آمادگیتان برای ما بگوین که حالا که به نمایندگی از کابل انتخاب شدین زون مرکز افغانستان، رقابت‌های انتخابی تیم ملی رقابت‌های سخت و نفسگیری است به دلیلی که ورزشکارا از 34 ولایت گرد هم می‌آیند و در برابر یکدیگرشان تقابل می داشته باشند. با او مسابقات با چه برنامه و چه پلان و استراتژی آماده گرفتین؟ بله، مسابقات سطحش بالا می باشه. تیم ملی ورزشکارا هر کس آمادگی خاص خود داشته می باشه. بنابراین ما آمادگی خاص خود میگیریم، تمرین میکنیم، زحمت میکشیم، انشالله که نتیجه خوب خواهد گرفتیم. برنامه خود داریم، هر روز خود تمرین میکنیم، انشالله نتیجه میگیریم. بسیار خوب. سارم صاحب، دقیق آمار دستت است که تا حالا چند بار در بخش کرش پا به دوشک گذاشتی و چقدر پیروزی را کسب کردی؟ آیا کدام شکستی را هم در کارنامه حرفه‌ای داری یا خیر؟ فقط در مسابقات کرش که یک بار برگزار شد در ولایت کندوز که اونجا یک ذره مشکلات ما داشتم، به او خاطر در او یک شکست ما اونجا شکست خوردم، چون تلویزیون ملی هم اونجا آمده بود، مسابقات ما لایو بود و در کارنامه خود در بخش سامبو کامبت سامبو تا فعلا هیچ شکستی نداشتیم و انشالله که مسابقاتی هم که بیرون مرزی هم که برگزار شود من انشالله هیچ کدام مشکلی ندارم به او آماده هستم. بسیار خوب. یعنی تا حالا شکستی را تجربه نکردی در کارنامه حرفه‌ای؟ نه خیر. بسیار خوب. و پیروزی‌های خودتان از چه قرار است؟ تا حالا آمار دستتان هست که چند بار پیروز شدین در رشته سامبو و سامبو کرش؟ بله، اولین بار که ما مسابقه کردم سال 1396 بود. در جوانان سامبو تیم ملی مسابقه کردم که طلا گرفتم، مقام اول گرفتم که 4 حریف داشتم، اونا رو شکست دادم.
بعد از او یک مدت شد که دیگر من سامبو مسابقه نکردم و تنها کرش مسابقه میکنم. یک بار سال قبل مسابقه داشتیم، جام بود، به خاطر می رشد چهره‌ای برتر بود. در وزن 60 کیلوگرم تونستم در وزن مقام اول بگیرم با شکست دادن 4 حریفم. دیگه امسال بازم شکر است تونستم مدال طلا رو بگیرم، زحمت کشیده بودم. ان شاء الله خدا مهربان است دیگه بعدش ان شاء الله که هر دو تایتان به برنامه هایی که روی کاغذ دارین به او جامعه عمل بپوشانین، دو روزی به مو هدف و تارگتی که پیش خودتان قرار دادین برسین. یک سری از مدال، کپ، جام، تحسین‌نامه روی میز برنامه افتخار است و بدون شک تعلق داره به دو چهره خوب کرش افغانستان. ابتدا بیایم از این جام‌ها صحبت بکنیم که مربوط کی میشه. فکر کنم عرصه‌اش عین شکل است. مربوط کی میشه؟ جامایی که در قسمت پایین میز قرار داره. سارم صاحب اگر خودتان اشاره بکنه. کلاب ما که چشتی مرکزی است، بین اما 17 کلاب در رشته سامبو مقام اول گرفت. بین 17 کلاب 250 ورزشکار و در بخش کامبت سامبو بازم ما مقام اول گرفتیم. کپ دومی کپ مقام اول او هم از ماست و کپ مقام سوم که اینجا گذاشتگی هر سهش اول است. کلاب ما در 3 رشته اول شد: سامبو، کامبت سامبو و کرش در سطح کابل. بله. بسیار خوب. در هر 3 بخش جایگاه داره. بله. چشتی مرکزی گرفت. چشتی مرکزی. بله. بسیار خوب. و این کپ مربوط کی میشه؟ این هم مربوط ما میشد. کلاب چشتی مرکزی است که سال قبل برگزار شده. ما در این مسابقات سوم شدیم. بسیار خوب. که وقتی که ما در این مسابقات سوم شدیم، باز ما آمادگی خاص خود در طی 1 سال گرفتیم که در 3 رشته ما اول شد. بسیار خوب. خودتان فکر کنم در یک کلاب تمرین میکنید. بله. بسیار خوب. بسیار خوب. بدون شک جامای گروهی تعلق میگیره به هر ورزشکاری که در او مکان تمرین میکنه. و در مورد مدال‌ها خب بسیار زیاد است. به عمده ترینش اشاره میکنیم. ابتدا میایم از این مدال آغاز بکنیم که این مربوط کدام ورزشکار میشه و چه جایگاهی را به دست آورده؟ این مدال مربوط به من میشه که مسابقات امی سال که گذشت ما مسابقات تیم ملی ولایت بغلان بود. بسیار خوب. در وزن 88 کیلوگرم بود سامبو. بسیار خوب. که این طلا را من اونجا به دست آوردم. گفتی 3 ورزشکار شکست دادی. 3 ورزشکار. و این طلا به خود تعلق گرفت. بسیار خوب. طلا خو نیست، خامو نماد طلاست. بله. بسیار خوب. انشالله که روزی بتونین این مدال‌ها را از رویدادهای المپیکی هم به دست بیارین. انشالله. بیایم روی از این مدال صحبت بکنیم که این مربوط چه کسی میشه؟ این مدال مربوط خودم میشه. این از مسابقات سال قبل است. به خاطر رشته ورزش کرش گرفته شده بود، برگزار شده بود به نام جام عید سعید رمضان. بسیار که در مسابقات تانستم 4 حریف داشتم، اونا رو شکست بدم و این مدال از آن خود بسازم. بسیار خوب. 4 حریف در یک روز شکست دادی؟ بله. مسابقات ما طور است رشته ما که ما در یک روز مسابقه میکنیم و کم شده میره. مثلا 16 نفر میباشه مسابقه میشه، 8 نفر میشه، 4 نفر میشه تا که به فاینال میرسه. وقفه نداریم در بین مسابقات. واقعا کاری بسا مشکل در یک روز نزدیک به 5 بار پا به دوشک بگذاری و من فکر میکنم در مسابقه آخر دیگه از انرژی خالی میشه ورزشکار. بسیار خوب. و روی از این مدال هم صحبت میکنیم که به کی تعلق داره؟ این مدال از ماست که این مسابقاتی که گذشت مدعی با شکست دادن 2 حریفم انتخابی کابل. بله انتخابی کابل که یک حریفم حاضر نشد برای مسابقه، 2 حریفم که حاضر شد و شکست دادم و این مدال هم. بسیار خوب. امی حریفی که دمی رشته کرش و رشته ووشو حاضر نمیشه بسیار هم جانب مقابل احساس خوشی میکنه به دلیلی که انرژیش ذخیره میمانه و میتونه که در برابر حریف بعدی خودش پرقدرت ظاهر بشه. از ما قسم باز نیست. ما که وقتی که آمادگی میگیریم یعنی به یک حریف 2 حریف آمادگی نمیگیریم. ما تقریبا به 4-5 ورزشکار آمادگی میگیریم. اما تو ورزشکارام که آمادگی میگیرن یعنی که ورزش میکنن برای مقابل جانب مقابلش هم یک ورزشکار است که آمادگی میگیره. ما با قدر ورزشکار وقتی که 2 حریف باشه دیگه بازو 2 حریف یا یک حریف که بر ما باشه بازو مسابقات هم برای خود ما جالب نمیشه. ولی یک امتیاز روی کاغذ هست. امتیاز هست. بله.
یک سری از تحصیلنامه و تقدیرنامه هم هست اینجا روی میز. کوتاه روی همون عمده ترینش صحبت میکنیم. احمد زکی، روی از این تحصیلنامه صحبت بگو که از کدام مسابقات به دست آورد. این تحصیلنامه مربوط به مسابقات اولین مسابقه میشه. بسیار. در سال 1396 بود. در جوانان مسابقه کردم سامبو که در وزن منفی 55 کیلو مدال طلا گرفتم. بسیار خوب. یار دیگه اما تو به عنوان خاطره نگاه کردی و بدون شک از اهمیت خاصی در زندگی هر ورزشکار اما مراحل ابتدایی کارش اهمیت داره. و من نزدیک به 3 تحصیلنامه را گرفتم. روی ازی صحبت بکو صدقی صاحب. خب این تحصیلنامه که است مربوط به مسابقات سامبو منتخبی کابل میشه. سال قبل گرفته شد که بعدا باز بغلان رفتیم. دو مسابقات مسابقه نکردم اما همکاریایی که داشتم برای تیم ما بسیار مربوط از میشه. و در مورد این حکم قهرمانی هم میشه بگویی؟ این حکم قهرمانی هم از این مسابقات چند روز پیش که گذشت. انتخابی کابل. بله از اون مسابقات است که در وزن 66 کیلو توانستم مقام اول به دست بیارم. وزن 66 کیلوگرم مسابقه میتی. بله. و آقای سارم هم وزن 90 کیلوگرم. ما اولین مسابقه خودم که در 1396 برگزار شده بود در وزن 74 کیلوگرم که 4 حریف ما هم داشتم، او را شکست دادم، مدال طلا گرفتم و تا فعلا در وزن 90 کیلو مسابقه میتونم که شکستی ندارم. بدون شکست هم تو ادامه داده میدی در کارت. و روی تحصیلنامه خودت هم صحبت میکنیم که از کدام مسابقه است؟ همین مسابقات منتخب ولایت کابل بود در سال 1396 که در وزن 74 کیلوگرم من مقام اول گرفتم. بسیار خوب. روی یک تحصیلنامه دیگه هم صحبت میکنیم. سارم صاحب که مربوط کدام مسابقه میشه؟ مسابقاتی بود که برگزار میشد در کشور تایلند. دوجا برگزار میشد مسابقات جوانان بود. بسیار خوب. که من در اون مسابقات هم من اینجا طلا گرفتم، انتخاب شدم، خود چون بس سلسله مشکلات پیش شد سفر ما کنسل شد. بسیار خوب. انشالله که در تمام امورات زندگی کامیاب، سرفراز و بدون شکست باقی بمانید. بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردید. سپاسگزار هستم. با این ترتیب ما هم میرسیم به پایان یکی از دیگر برنامه‌های افتخار در این هفته. تا برنامه‌های دیگر شما را به خداوند منان و بی‌نیاز میسپارم. همچنان بیننده بقیه برنامه‌های ملی و ملی اسپورت باشید.